سلام، امروز میخوایم در مورد قانون جذب صحبت کنم که آیا اصلا قانون جذب یک قانونه و آیا همونطور که از اسمش پیداست آیا قانون جذب اصلا واقعیت داره و باعث جذب خواسته ها و آرزوهای ما میشه یا همه این چیزهایی که گفتیم خرافاته. امروز با این ویدیوی من همراه باش. قانون جذب فلسفه‌ای با این مضمونه که افکار مثبت نتایج مثبت رو به زندگی تو میارن و افکار منفی نتایج منفی رو و تو به هر چیزی که فکر کنی همون اتفاق در زندگی تو ظاهر. این فلسفه میگه افکار نوعی انرژی هستن که باعث موفقیت در تمام ابعاد زندگی تو میشن، از جمله روابطت، از جمله سلامتی، از جمله اهداف مالیت و هر چیز دیگه. و یا بالعکس، اگر تو افکار منفی داشته باشی باعث عدم موفقیت و باعث شکست در کارها و اهداف تو میشه. حالا ببینیم چطور اصلا افکار شما میتونه روی خروجی‌های در واقع زندگی شما تاثیر بذاره. دانشمندان بزرگی که قانون جذب رو تایید میکنن در واقع معتقدن که چند تا اصل وجود داره که قانون جذب از اونها تشکیل میشه. اصل اول اینه که مشابه ها همدیگر رو جذب میکنن. این اصل میگه چیزهای مشابه جذب همدیگه میشن. همونطور که بهتون گفتم میگه اگر شما افکار مثبتی داشته باشید تمام مثبت ها رو جذب میکنید، از جمله روابط موفق، از جمله پول زیاد، ثروت و یه زندگی خیلی خوب و تمام اهدافی که شما در سرتون دارید و برای زندگیتون در واقع چیدید رو میتونید جذب کنید. مشابه ها یعنی اگر شما افکار مثبت داشته باشید تمام مثبت ها رو جذب میکنید و اگر فکر شما منفی باشه تمام چیزهای منفی که در پیرامون شما قرار دارن جذب زندگی شما میشن. دومین اصل اینه که طبیعت از خلأ بیزاره. یعنی چی؟ طبق این اصل حذف موارد منفی از زندگیتون میتونه جا رو باز کنه برای موارد مثبت. دانشمندان میگن از اونجایی که همیشه ذهن بشر تمایل داره به شلوغ بودن و اینکه همیشه شلوغ باشه و شما همیشه و هر لحظه به یه چیزی فکر کنید، در نتیجه شما باید ذهنتون رو از افکار منفی خالی کنید تا بتونید افکار مثبت و مثبت ها رو جذب کنید و به چیزهای مثبت فکر کنید و با اون افکار مثبت ذهنتون رو شلوغ کنید. اصل سوم اینه که بهترین زمان حال. این اصل میگه همیشه کارهایی وجود داره که شما بتونید برای بهتر شدن حال خودتون در زمان حال و اکنون انجام بدید. و بهتره که به جای تمرکز بر احساس ترس یا ناراحتی انرژی خودت رو روی یافتن راههایی متمرکز کنی که بتونه لحظه حال تو رو به بهترین لحظه زندگی تبدیل کنه و تو در لحظه حال بهترین حال خودت رو داشته باشی. حالا سوال پیش میاد که اصلا از قانون جذب چطور استفاده کنید؟ طبق این قانون شما روی هر چیزی که تمرکز کنید اون اتفاق وارد زندگی شما میشه. اصل اول این قانون تمرکز کردنه. یعنی اگر شما روی چیزهای مثبت متمرکز بشید خب اونها وارد زندگیتون میشن و اگر منفی باشه قطعا اتفاقات بد جذب زندگی شما میشه. حالا برای اینکه قانون جذب رو به بهترین نحو وارد زندگیت کنی یه سری کارهایی باید انجام بدی که من در ادامه بهت میگم. اول اینکه سپاسگزار باشی. تو در هر لحظه باید قدردان خدای خودت، قدردان خودت، نعمت‌هایی که خدا داده و قدردان کائنات باشی. دومین این که اهدافت رو مجسم کنی. آرزوهات همیشه توی ذهنت باشن، اهدافت همیشه جلوی چشمت باشن و بتونی اونها رو به بهترین نحو ممکن مجسم کنی. سوم این که به دنبال نکات مثبت هر موقعیت باشی. این که اگر این اتفاق برای من افتاده شاید اتفاقات منفی باشه اما چه نکته مثبت و چه درسی میتونه برای من داشته باشه. این میتونه روح تو رو هم به مرور زمان بزرگ کنه. مورد چهارم این که نحوه شناسایی تفکرات منفی رو یاد بگیری. یعنی که در لحظه تشخیص بدی چه فکری منفیه و بتونی اونها رو به افکار مثبتت تبدیل کنی. مورد پنجم اینه که همیشه و هر لحظه از جملات تأکیدی مثبت استفاده کنی که توی ذهنت باشه. حتی اگر حالت یه روز بده، حتی اگر اتفاقات منفی برات افتاده، اما با جملات تأکیدی مثبت میتونی حال خودت رو به مرور زمان با استفاده از تلقین بهتر کنی. بچه‌ها شاید قانون جذب یک راه حل فوری برای حل همه چالش‌های شما واقعا نباشه، اما قطعا میتونه به شما کمک کنه که یک نگرش خوشبینانه تری نسبت به اتفاقات زندگیتون داشته باشید و کم کم تفکر مثبت اندیشی رو بتونید در زندگیتون تقویت کنید.
و انگیزه خودتون رو برای ادامه مسیر و رسیدن به اهدافتون بتونید حفظ کنید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. ممنونم ازت. اگر از این ویدیو خوشت اومد این ویدیو برای دوستانت هم شیر کن و لایک کن ویدیو رو و دکمه سابسکرایب رو اگر تا الان نزدی حتما بزن. مرسی که همراه همی. خیلی خوشحالم که تو رو دارم.